چرا این ناو هواپیمابر روسی اینقدر دود میکنه؟ اجازه بدید براتون توضیح بدم. بیشتر ناوشکن‌های امروزی از موتورهای پیشرفته مثل توربین‌های گازی یا راکتورهای هسته‌ای استفاده میکنن، اما ناو آدمیرال کازنتسوف با بقیه ناوها فرق میکنه. این ناو از مازوت استفاده میکنه که یه سوخت غلیظ و شبیه به قیر هست. شاید براتون جالب باشه که این سوخت دود خیلی زیادی تولید میکنه. مازوت در دهه 1970 خیلی محبوب بود، اما مشکلات بزرگی هم داره. این سوخت به شدت کثیف میسوزه و دود سیاه ضخیمی پر از گوگرد تولید میکنه. برای اینکه مازوت درست کار کنه نیاز به بویلرها و لوله‌های خوب و نگهداری شده داره. اما وقتی آدمیرال کازنتسوف ساخته شد، شوروی‌ها لوله‌های خوبی نصب نکردن. به همین خاطر این ناو نمیتونه همه بویلرها رو همزمان روشن کنه و وقتی یکی از اونها خراب میشه کارش گیر میکنه. توی سال 2012 این ناو در راه برگشت از سوریه خراب شد و مجبور شد با یک قایق یدککش به خونه برگرده. حالا چرا این مشکلات رو حل نمیکنن؟ یه ژنرال روسی ادعا میکنه که این دود به عمد تولید میشه تا دشمنها رو بترسونه و نشون بده که روسیه در منطقه است. اما در کل دود زیاد این ناو نتیجه سوخت قدیمی و مشکلات فنیشه که باعث میشه خیلی راحت شناسایی بشه.